این همستر خونگی من کارنه که قراره وارد طبیعت بشه. نکته اینه که اون کل زندگیشو توی یه فروشگاه زندگی کرده. پس من میخوام مهارت بقاشو بسنجم. باید ببینیم میتونه مثل یه همستر معمولی زندگی کنه یا نه. خب در آخر میفهمیم که یه همستر معمولی اصلا اون چیزی نیست که شما فکرشو میکردید. تا آخرش با من همراه باشید. خب بیاین با کارن شروع کنیم. چه باحاله، اینو میبریم. هر چیزی که فروشگاه پیشنهاد داده بود و خریدم. ظاهرا این ایدئال ترین چیز برای یه همستره. تنها چیزی که نیاز داره جای خواب، غذا، آب و یه خونه بنفشه. ولی من برنامه‌های بزرگتری دارم. کارن یه همستر روسیه. من تا حالا روسیه نرفتم ولی مطمئنم شبیه اینجا نیست. بیا اینجا کوچولو. مطمئنم نمیتونم اینو تو ویدیو نشون بدم. فکر کنم بهتره یه کمی تنها باشه. کل شب تلاش میکرد که فرار کنه. الانم داره میله ها رو میجوه که یعنی استرس زیادی داره. دارم به این نتیجه میرسم که این اصلاً شرایط ایدئالی نیست.